برای یونانیان باستان اولین چیزایی که خود به خود توی دنیا به وجود اومدند آسمان و زمین بودند. اونها به آسمون میگفتند اورانوس و به زمین میگفتند گایا. از نظر اونها آسمان یه خدایی بوده که هم میتونسته به شکل آسمون خودشو نشون بده، هم میتونسته به شکل انسان در بیاد، یا زمین یه خدای زن یا الهه‌ای بوده که هم میتونسته به شکل زمین باشه، هم میتونسته به شکل انسان در بیاد. بنابراین از نظر اونها اولین باری که آسمون به زمین بارید همون وقتی بوده که اورانوس و گایا وارد رابطه جنسی شدند و در نتیجه رابطه جنسی بین اونها انواع و اقسام موجودات عجیب و غریب اولیه به وجود اومدن. مثلا از جمله بچه‌های اورانوس و گایا تایتان ها بودند. تایتان ها موجودات غول پیکری بودند که شبیه انسان ها بودند و اگه دلشون میخواست میتونستن خودشون رو به اندازه انسان ها کوچیک کنن. عمر ابدی هم داشتن. یونانیان باستان اونها رو با عنوان نسل اول خدایان میشناختند. بچه های تایتان ها یعنی کسانی چون زئوس، پوسایدن یا هیدیس و بقیه می شدن نسل دوم خدایان که بهشون خدایان اولمپس هم می گفتن. یونانیان باستان باور داشتند که در زمانهای قدیم ندیمشون بین تایتان ها و خدایان اولمپس جنگ وحشتناکی در گرفته. در این جنگ دو تا از تایتان ها به تایتان های دیگه خیانت میکنن و در گروه خدایان اولمپس می جنگن. در نهایت تایتان ها شکست میخورند و خدای خدایان اولمپس یعنی زئوس همه تایتان های شکست خورده رو به تارتاروس یعنی به قعر جهنم میفرسته. بعد زئوس از اون دو تا تایتانی که بهشون کمک کرده بودن تشکر میکنه و بهشون یه مأموریت دیگه میده. در طی این مأموریت یکی از اون تایتان ها یعنی اپیمتیوس وظیفش این بوده که به حیوانات ویژگی های خاص رو به درد بخور بده و وظیفه پرومتیوس همین بوده که زمین رو پر از جمعیت کنه تا کسانی وجود داشته باشن که خدایان رو عبادت کنن و پرومتئوس میاد با خاک و گل انسانها رو با شکل و شمایل خدایان خلق میکنه. این جریانات رو هسیود شاعر یونانی 700 سال قبل از میلاد مسیح در کتاب نسبنامه خدایان نوشته، یعنی بیش از 100 سال قبل از اینکه اولین کتاب ادیان ابراهیمی نوشته بشه. سوال من اینه که چرا باورهای یونانیان باستان، مثلا باور به خلقت انسان از گل یا باور به خلقت انسان با شکل و شمایل خدایان در کتاب‌های ادیان ابراهیمی هم هست؟ چرا ما جنگ بین تایتان ها و خدایان اولمپس رو باور نمی کنیم ولی تقابل بین خدا و شیطان رو باور می کنیم؟ چرا نمیتونیم قبول کنیم که چیزی با عنوان تارتاروس وجود داره ولی باور داریم که جهنم حقیقته؟